نمیکنم. استقلال نشود. السلام علیکم. سلام علیکم پادشکان عزیز، دوستان مهربان. انا ما همه شما رو با فرارسی عید قربان، انا عید سعید قربان تبریک میگم، مبارکباد گفتم. با همتون دسترخوان پر از نوش نعمت خواهانم. زنده باشین، سربلند باشین. ما با شماییم. خداوند همه ما و شما رو با تا عید دیگر رسانمون درد سر یگان تا نبینیم. خدا انم خیلی مملکت ما سری و پری باشه و تنگی و امانی باشه و همه خدا عثمانی صاف و بغبار ده زندگی کنیم. انا پیشوای ملتمون در بالای سرمون باشه. زنده باشین، سربلند باشین. خانه آباد میخواهد دیلم، خانه آباد میخواهد دیلم، زندگی شاد میخواهد دیلم. از برای همه مردم روی دنیا، مسلمانان، تاجیکان، رونق و رواج میخواهد دیلم. سلام و درود سرشار از مهر و محبت مرا قبول نماید هموطنان خوبی من. امیدوارم که صحت و سلامت هستید و سلامتی شما آرزوی همیشگی من است، چون نایابترین گنج، قیمتترین نعمت در دنیا تن صحت است. پس همیشه تنتان صحت باشد. ما در عرفه عید قربان قرار داریم و میخواهم طریق این نوار همه شما را با فرارسی عید قربان تبریک بگویم. آرزو میکنم که در خاندان همه مردم تاجیک، مسلمانان روی دنیا، تاجیکانی که بیرون از کشور کار و زندگی دارند، پیوسته عید باشد. در لبان هر یک شما گل خنده رویده باشد. اصلا کم و غم را نبینید. غم و درد از شما دور باشد. هیچگاه با مشکلی روبرو نگردید. عیدتان مبارک مسلمانان روی جهان. با یک و یک شما در این عید پرفیض و پرنعمت دسترخوان با برکت، رزق و فراز را از درگاه نعمت الله بهرتان خواهانم. سلامت باشید. عیدتان باری دیگر مبارک باشد.